یکی از معضلات سوخاری کردن اون موقعیه که مجبورید ماهی، مرغ یا گوشتتون رو توی روغن در حقیقت داغ قوطه ورش بکنید. یه روش رو میخوام بهتون آموزش بدم که از این داستان خلاص بشید. من میخوام ماهی سوخاری درست بکنم. کاری که میکنم اینه که ماهی رو با نمک و فلفل مزه‌دارش میکنم. همون مراحلی رو که هر چیزی رو بخواید سوخاری بکنید انجام میدید رو برای این ماهی هم انجام میدم. یعنی مزه‌دار میشه، بعد داخل آرد سفید، بعد تخم مرغ و در نهایت آرد سوخاری. برای غلتوندن ماهی داخل تخم مرغ زردش رو جدا میکنم. آرد سوخاریمو با نمک، فلفل، پاپریکا و شوید تازه مخلوطش میکنم و آماده این برای سوخاری کردن. در ضمن فر رو روی 180 درجه روشن کردم تا گرم بشه. پس ماهی رو اول داخل آرد سفید، سفیده تخم مرغ و آرد سوخاری. فیله های ماهی آماده است، به آرد سوخاری آغشته شده. داخل سینی فر میگذارمشون. روغن رو بهش اسپری میکنم. میره داخل فر و 20 دقیقه دیگه آماده است. فاصله برای کنارش میخوام یک سالاد لوبیا درست بکنم که آب رو گذاشتم جوش اومده، بهش نمک اضافه میکنم. 2 تا قاشق چایخوری پر لوبیا ها رو اضافه میکنم. 3-4 دقیقه دیگه آب کشش میکنم و بقیه‌شو بهتون نشون میدم. آیتم بعدی که باید درست بکنم سوسی هست که میخوام ماهی رو باهاش سرو بکنم. من از 1 قاشق غذاخوری مایونز و 2 تا قاشق غذاخوری ماست پرچرب دارم استفاده میکنم، به اضافه جعفری خرد شده، یه مقداری نمک و فلفل و لیمو ترش. نمک، فلفل و آب نصف لیمو ترش. خب لوبیاها رو میریزم توی حمام یخ‌بین میگیم، یعنی آب و همراه یک حجم عظیمی از یخ. لوبیاها رو میریزم داخلش و یه چند دقیقه بهش زمان میدم تا خنک بشه و برگردیم باقی موادش رو بهش اضافه کنیم. سالادی که میخوام برای کنار ماهی سرو بکنم، لوبیا سبز رو که بلانچش کردم، پیاز قرمز، شوید، لیمو ترش، روغن زیتون، نمک و فلفل و البته پودر سیر، یا اگر که دوست داشته باشید یعنی با طعم تند سیر مشکل نداشته باشید خود سیر رو هم میتونید استفاده کنید. روغن زیتون، لیمو ترش، نمک، فلفل و من پودر سیر استفاده میکنم. ما برای سرومون یه سس هم درست کرده بودیم که توی یخچاله. ماهیامون هم دیگه قطعاً آماده است. بیارمشون و سرو کنیم. اینم فیله ماهی سوخاری با کمترین میزان روغن. امیدوارم که درست کنید و لذت ببرید.